این وظیفه همه ماست. وگرنه یقین کنید عزیز مجیب خاطره تعریف کردن از شهید عامل، حتما فردا شهید عامل جلوی ما رو خواهد گرفت. خواهد گفت اون سنگر ما ایستادیم. امروز بنده که در تهران مشغول به کارم، اگر زحمتی بر کار من ممکن باشد، حتما جواب امروزی میگه همین کاری که نشد بود زمان کرد که یکی کار میکنه، از فرمون واسه کاری کنیم. من ندارم سخت در مدیریت خودم نشون بدم. این که من میگم امروز مدعیان واقعی و حقیقی و اهل عمل باید تو میدون باشن. اگر ما امروز بازنشسته شدیم، چی بازنشسته شدیم؟ مگه انقلاب تموم شده که ما بازنشسته شدیم؟ من این بخش رو قبول میکنم که ممکنه به هر دلیلی بخشی از ما رو منزوی کنند، ولی ما هم نداریم منزوی بشیم. ما باید همچنان محکم در سنگر نیستیم. این نبرد تموم نشده، این جهاد تموم نشده، نوعش عوض شده، اهمیتش بیشتر شده. من همیشه خاطره رو تعریف میکنم از شهید توسی، حداد توسی، روز اول جنگ تو سوسنگر، قلب سوسنگر حمیدیه بعد یادشونه تیپ 2 92 زمین اونجا که تو بردن رو فر شناسایی خدا رحمت کنه شهید علی حسینی رو. حالا بعد دوستان دیگه اینجا بودن، حالا آقای علی وزیری نمیدونم آقای خودشان سال شهید 15 سال 20 سال شهید ندیده باشم من در اونجا معلم آموزش پرورش. خیلی از دوستان شناسایی اون محور انجام میده. این شهید حتی توسی بعد که از شناسایی برمیگشتیم، خب راه طولانی بود. بعد اوقات هم یه شب پای ارتفاعات اون طرف باید شب میمونیم، چون فاصله دوری بود که توی ارتفاع شناسایی امکان برگشت همون شب بریم و برگردیم نبود. ایشون میگم سال 59 و 60 هنوز یگان نوتی به امامزه و ماشین نشد و اینا نبود. تهران بوده که تو از امروز شما همدیگه مستقر بوده که سوسنگر مستقر بوده همون 6 ماه اول جنگ بوده. خدا رحمت کنه شهید حشاد توسی وقت از شناسایی برمیگشتیم اون معبری که بعد قلب سوسنگر عملیات انجام میشه باید تقوی انجام بشه اون مسئله مال بقیه مشخص نبود. این شهید حشاد توسی بعدی که برمیگشتیم یه استراحتی میکرد از این کننگوی دونای مغنیاتی کننگ دست بودا اون رو بعد میداشت اون مسئله کنانی که بعد بچه ها ازشون میکنن اون رو میکرد. بعد هم شد از این خاراخاشا کلشیم که ترانگردن بیرون بزرگه بهش یکم دوستان میده بودن شهید حداد توسی بودن قیافه‌شم اصلا بدنشم ضعیف بود، لاغر بود، بچه ورزیده نبود. بهش بیرون میدن جانشون میدن عربی استراحت بود. جمله شهید چی بود؟ حرفش به ما این بود. گفت فلان هرچی اینجا ما الان عرق بیشتری بریزیم شب عملیات خون کمتر اتفاق میشه. معنی حرف چی؟ یعنی اجر عرق اینجوری باشه کمتر از خون شهید نیست. اگر این کانال یه متر بره جلوتر یه متر شهید کمتر بریم به حال عرق به اندازه خونی که میخواد ریخته بشه. خدا رحمت کنه شهید علی پور آقای قانی ازش نبودن در مادر پیر شهید پیری که من از بیماران از عصر ما افتادم آمده اینجا نشستم که باید شما رو ببینم اول شما رو بپرسم و برم هیچ کار دیگه اینجا نداشتم. شهید علی پور و دیگر شهدای مهندسی چقدر آرزو می‌کردن، چقدر حاضر بودن هزینه کنن که عراقیان مثلا توی شلنجر و توی توپ سواری بگن آقا با مدت 2 روز هیچ تیر نزنه هر که هر کار مهندسی میخواد انجام بده. من
شد به 2 روز من مطلع بودم همه بچه‌های خاصی می‌زدن. یعنی همه قادر بودن که بزنن. چرا؟ چون قبلش می‌دونستن، می‌فهمیدن که امکان بعضی جاها اگه 100 تا شهید می‌دادیم 50 متخصص که